امروز با هم می‌خوایم بریم سراغ یه بازی خیلی جذاب، بازی جنرال اوردرز جنگ جهانی دوم. توی این بازی شما نقش دوتا جنرال دارید که توی دوتا مپ باید با هم دیگه مبارزه کنین و برنده جنگ رو مشخص کنین. بریم سراغ ستاپ بازی. ما 3 نوع کارت داریم. دو تاش می‌بینیم علامت داره که یکیش برای نقشه پیشرفته است که علامت نخل داره، یکیش که علامت کوهستان داره برای نقشه ساده است. این کارت ها هم در کل در بازی هستن. چون ما الان میخوایم بریم سراغ نقشه کوهستانی و ساده، نخل ها رو از بازی حذف میکنیم و این کارت ها رو با بقیه کارت ها بر میزنیم. هر کدوم از بازیکن ها یک رنگ رو انتخاب میکنن، همراه اون اجزای هر کدوم از رنگ ها و همچنین یک کارت راهنما دریافت میکنن. توی مپ کوهستانی ما از هواپیما استفاده نمیکنیم، پس اونها رو به جعبه برمیگردیم. مپ بازی دو طرفه است، یه طرفش پیشرفته تره، ما میریم سراغ طرف ساده تر. همونطور که میبینید قرینه هستش، دوتا اشکیو داریم، برای آبی این طرفه، برای زرد این طرف. اشکیو حتما به سمت خودتون باشه. توی داخل زمین بازی 6 سیلهای مختلف هستش که ما به ترکیب اینا میگیم یک منطقه. کنار بعضی از این مناطق نقطه هایی هستش. اینا نشون دهنده یگان های اولیه شما داخل اون مناطق که بعد اینا رو داخل زمین بذارید. و چون قرینه است برای زردم به همین شکل میشه. شما 6 تا توکن هم دارید که اونا رو بر میزنید به صورت شانسی. روی هر کدوم از این جایگاه ها 4 جایگاه داخل زمین هستش، به جز اینکه خودشون چاپ شده قرار میدید. ما یک کارت راهنما داریم که اکشن های مختلف داخل بازی روی اون درج شده. همچنین 3 تا مرحله‌ای که شما توی هر راند انجام میدید. میخوایم بریم سراغ اکشن های بازی. اول از همه یه نکته این که توی اکشن ها شما از ژنرالاتون استفاده میکنید و به تعداد ژنرالاتون بستگی داره. شما هر بار توی نوبتتون یک ژنرال رو برای اکشن اختصاص میدید، نفر بعدی هم به همین ترتیب تا زمانی که تموم شه. در صورتی که هیچ کدوم ژنرالی نداشته باشید، اون راند تموم شده، راند بعدی میرید. حالا ممکنه شما نخواهید از ژنرالاتون استفاده کنید. در اون صورت میتونید نوبت خودتون رو پاس بدید. اگر همچین موقعیتی پیش اومد، حریف شما میتونه پشت سر هم تمام ژنرالاشو استفاده کنه تا زمانی که تموم بشه. الان ما همونطور که میبینیم روی رانشمار رنگ زرده و ممکنه که رانشمار تا آخر بازی به همین رنگ بمونه. تحت شرایطی ممکن رنگش عوض شه که به اونم میرسیم. ما با زرد شروع میکنیم. بریم سراغ اکشن اول. اکشن اول که میخوایم بریم سراغش پیشروی. شما برای انجام اکشن های مختلف چند تا معیار وجود داره. اولیش اینه که اکشن هایی مثل پیشروی نباید تحت کنترل شما باشه. یعنی شما نباید نیروی داخل اون داشته باشه وگرنه نمیتونید پیشروی رو توش انجام بدید. دوم این که بعد اون منطقه در کنار منطقه‌ای باشه که تحت پشتیبانی و کنترل شماست. ما میدونیم تحت کنترل یعنی که ما نیروی داخل اون داشته باشیم. ولی تحت پشتیبانی یعنی چی؟ به این معنیه که منطقه‌ای که ما مثلا به اون وصلیم به HQ شما وصل باشه. به عنوان مثال این منطقه الان هم تحت کنترل ماست، هم تحت پشتیبانی ماست. ولی اگه به این صورت بشه چی؟ درسته که الان ما تحت کنترل داریمش ولی تحت پشتیبانی نیستش. پس فهمیدیم که تحت پشتیبانی یعنی چی و تحت کنترل یعنی چی. ما می‌خوایم به اینجا پیشروی کنیم. شما بعد از مناطقی که به این منطقه وصل هستن و تحت پشتیبانی هستن به تعداد مقداری که میخواید نیرو به اون منطقه وارد کنید. به عنوان مثال من 2 تا از اینجا وارد میکنم، 2 تا از اینجا. حواستون باشه که حتما باید یه دونه نیرو یا یگان توی منطقه که ازش دارید نیرو برمی‌دارید بمونه و نمیتونید کامل اونجا رو خالی کنید. نکته بعدی این که نمیتونید بیشتر از 5 تا نیرو توی منطقه داشته باشید. مهم نیست چه منطقه‌ای. توی هر کدوم از مناطق بیشتر از 5 تا نیرو نباید داشته باشید. بریم سراغ اکشن بعدی، حمله توپخانه. شما برای انجام حمله توپخانه حتما باید جزوی از مناطق شما باشه، یعنی حتما باید توش نیرو داشته باشید. نمیتونید جزو نیروهای حریفتون باشه. وقتی که یه دونه ژنرال رو برای اون گذاشتید، میتونید تا 3 تا خونه اونورتر تا فاصله 3 تا منطقه حمله کنید. به چه صورت؟ به عنوان مثال 1 2 3 من تا این خونه میتونم حمله کنم، یا به این خونه یا به این خونه یا حتی کمتر از اون. به چه صورت؟ شما 2 تا تاس ور می‌دارید، تاس می‌ندازید. این تاسا هم تو که می‌بینید یه طرفشون خالیه، چند تاش یه دونه ستاره است و یکیش 2 ستاره است. اینا به این معنیه که
هر کدوم از اینا اومد شما یک نیرو به ازای هر کدوم از این ستاره کم کنید. به عنوان مثال من اکشن توپخانه رو انجام دادم، 3 تا خونه اونورتر میشه این منطقه. تاسم رو انداختم و این مدلی شد تاس من. به این چه منظوره؟ یکیش که خب خالیه، یعنی نیروی کم نمیشه. به ازای اون ستاره دیگه ما یه دونه نیرو از حریف کم میکنیم و به نیروهای خودش که بیرون هستن اضافه میکنیم. واسه خودمون نگه نمیداریم. حواستون باشه که به خودتون حمله نکنید. این قابلیت ما نداریم. اکشن بعدی اکشن فرود چت‌باز. این اکشن توی اشکیو خودتون. یه دونه جنرال میذارید اونجا. توی اکشن 2 تا یگان انتخاب میکنید. میتونید به هر جایی از صفحه بازی که میخواید اونا رو بفرستید بجز اشکیو حریفتون. حالا یا میتونه منطقه آزاد باشه یا میتونه منطقه باشه که تحت کنترل حریفتونه. فقط حواستون باشه توی این 2 تا منطقه که علامت ضرب در خورده نمیتونید فرود بیارید. حالا ما به عنوان مثال روی این منطقه فرود میایم. حالا باید یک نبرد رو حل و فصل کنیم. داخل نبرد همیشه حواستون باشه که اول از همه مدافع باید یه دونه تاس بندازه. تاسو که انداخت هر تعداد که اومد اونو کم میکنه. به عنوان مثال ما الان میگیم یه ستاره، یه دونه از نیروهای مهاجم کم میشه. بعد از اولین تاس دیگه تاسی ریخته نمیشه و به صورت برابر هر بار یه دونه نیرو از هر کدوم کم میشه تا زمانی که فقط یک رنگ باقی بمونه. به عنوان مثال الان توی این حمله هنوز آبی کنترل این منطقه رو داره و زرد شکست خورده. این از اکشن های داخل صفحه بازی. ما یه دونه صفحه پشتیبان هم داریم. توی این شما 2 تا اکشن، 2 تا نوع اکشن میتونید انجام بدید که خودشون 2 تا حالت داره. شما داخل هر ران فقط روی یکی از جایگاه‌هایی که می‌بینید شکلشون شبیه همه، روی یکی از این جایگاه میتونید بزنید. ولی میتونید توی یک ران 2 تاشو پر کنید. به عنوان مثلا من روی این گذاشتم. حالا این اکشن من چه اجازه میده؟ به من اجازه رو میده که 6 تا نیرو اضافه کنم. من از نیروهای خودم 6 تا برمی‌دارم و به هر ترتیبی که خواستم توی صفحه بازی توی اون زمین‌هایی که تحت اختیار خودم پخششون میکنم. فقط حواستون باشه که نباید بیشتر از 5 تا نیرو داشته باشید. همیشه به این قانون توجه کنید. اکشن بعدی که اینجا هستش بهش میگن برنامه ریزی که این 2 تا حالت داره که با هم متفاوته. حالت اول شما وقتی یه دونه فرمان جنرال میذارید 2 تا کارت برمیدارید که حالا این کارت‌ها به این شکله. به کارکردشون میرسه من بهتون توضیح میدم. حالا با اینا کاری نداریم. توی دومین حالتش شما یک کارت برمیدارید ولی این اجازه رو به شما میده که این ران شما رو فلیپ کنید یا به قول خودمون برش گردونید. حالا این چه خاصیتی داره؟ این به شما اجازه میده که الان ران تموم بشه توی راند دوم شما مثلا باید شروع کنید یا ممکنه راند 4 و میدونید که امتیازها برابر قراره بشه. در اون حالت کسی که ران شما به رنگ اونه برنده میشه. شما اینو میدونید و میخواید از این جلوگیری کنید، اون رو فلیپ میکنید. با این خاصیت ممکنه شما آخرش برنده بشید به هر ترتیبی که شده باشه. بعضی از این کارت ها بالاشون یک علامت به این شکل دارن که یا به این صورته یا به این صورته. این نوع کارت ها فقط توی مپ دوم و حالت پیشرفته استفاده میشه. این کارت ها فقط توی مپ اول و ساده استفاده میشه. اینجا علامت اکشن خورده. اینجا توضیح اون اکشن که به شما میگه چه کاری انجام میده این کار. این متنی هم که توی این کارت داره سفید خورده زمان انجام اون کارت رو به شما میده. حالا شما یا میتونید از قدرت این کارت استفاده کنید یا میتونید زمانی که تاس انداختید، مهم نیست چه کارت، یک کارت بسوزونید و مهم نیست چند تا تاس انداختید، دوباره همه اون تاس‌ها رو از اول بندازید تا نتیجه بهتری بگیرید. شما پشت کارت راهنماتون میتونید انواع توکن هایی که داخل بازی ممکنه برای شما بیفته از اون 4 تا که خودتون به صورت شانسی میذارید. میبینید که اکشناش توضیح داده شده اینجا. یکی از مهمترین اکشن ها واحد سیگنال که بریم اونو با هم دیگه توضیح بدیم. شما ممکنه زمانی که توکن ها رو بر میزنی یکی از توکن ها واحد سیگنال برای شما باشه. این به شما چه خاصیتی میده؟ شما زمانی که وارد همچین منطقه‌ای میشید که توکن توش داره، اگر اونجا رو کنترل کنید، خاصیت اون توکن هم برای شما ایجاد میشه. به عنوان مثال الان واحد سیگنال به شما این اجازه رو میده که یه دونه از جنرال‌های خودتون که توی استنبای در کنار صفحه پشتیبان بود به دسته خودتون اضافه کنید. یعنی اگر اول بازی 5 تا داشتید الان میشه 6 تا.
شما میتونید این قابلیت رو با کارت ها هم برای خودتون اضافه کنید. یعنی ما توی کارت ها هم همچین قابلیتی داریم. حواستون باشه اگر در طی بازی یا طی همون ران شما اون منطقه رو از دست بدید، مجبورید که اون یه دونه که به خودتون اضافه کردید رو هم برگردونید سر جاش. حالا ممکنه این توکن های ژنرال های خودتون داخل زمین باشن، پخش باشن و هیچی داخل رزروتون نداشته باشید. مجبور میشید که یه دونه از داخل زمین بردارید و از دسته خودتون کم کنید. همچنین بهتون اینم بگم که شما ممکنه توی اکشن ساپورت که قرار بود میتونستید یا حالا 6 تا نیرو به خودتون اضافه کنید یا 5 تا، اگر نیروی بیرون از زمین نداشتید و همش رو داخل زمین اد کرده بودید، میتونید اون نیروهایی که داخل زمین هست رو جابجا کنید به مقداری که گفته بهتون. مثلا 6 تاست، 3 تاشو از بیرون اضافه کردید، 3 تای دیگر میتونید از داخل زمین جابجا کنید جاشونو. چون این خاصیت به طور طبیعی داخل بازی نیستش و فقط بر اساس این اکشن قابل اجراست. شما زمانی که از تمام ژنراتون استفاده کردید یا نوبت خودتون رو پاس و همچنین حریف شما همین کار رو انجام داد، یعنی جزء اول انجام دادید که فرستادن فرمانده ها بود. حالا جزء دوم که جزء 3 تا مرحله است، برگردوندن فرمانده هاست. شما باید تمام فرماندهایی که داخل زمین دارید به دسته خودتون برگردونید. زمانی که این کار رو انجام دادید، ران شما رو یک راند به سمت جلو میبرید ولی رنگش رو عوض نمی‌کنید. همین روند رو ادامه میدیم تا زمانی که به راند 4 برسیم. بعد از تمام شدن راند 4 میرسیم به انتخاب برنده یا بازنده. حالا چند تا حالت داره ببینیم کی برنده شد یا نشد. اولین حالت اینه که شما در طول بازی قبل از پایان راند 4 بتونید HQ یا مرکز حریفتون رو بگیرید از اون. یعنی نیروهاش خارج کنید و نیروهای خودتون حداقل یه دونه‌اش اونجا باشه. در این صورت بلافاصله شما برنده میشید. دومین حالت اینه که همونطور که دیدید وسط زمین بعضی زمین‌ها چند تا ستاره دارن. یه ستاره، 2 ستاره یا 3 ستاره. اینا امتیاز. شما در پایان راند 4 اگر کسی HQ طرفو نگرفت و این اتفاق نیفتاد، بر اساس امتیاز داده ببینید برنده کیه. شما حساب می‌کنید امتیازا رو. اگر باز هم برابر شد امتیازاتون، باید ببینید که کدوم رنگ روی راند شمار به طرف به طرف بالاست. در اون صورت اون تیم یا اون فرد برنده میشه و بازی به اتمام میرسه. بریم سراغ توضیح هواپیما و مپ پیشرفته بازی. اومدیم روی مپ پیشرفته. این مپ چند تا تفاوت داره. اول از همه این که صفحه ساپورت خودتون رو برعکس کنید تا این ور واسه شما رو بشه. بعد اینکه ما توی این مپ مناطق هوایی داریم که هواپیما توی اون قرار میگیرن. حواستون باشه هواپیما داخل بازی نمیاد. بر اساس نیروهای اولیه اونا رو هم قرار میدیم. نیروهای زمینی هم که به همین شکلی که من چیدم چیده میشه. اونا رنگ بندی شدن مناطق هوایی که بر اساس رنگ بندی داخل زمین. این بشه معنیه، یعنی شما اگر خواستید حمله ای انجام بدید، اگر این منطقه رو تحت کنترل داشته باشید، فقط داخل این منطقه میتونید حمله کنید. این برامون. بریم سراغ اکشن های هواپیماها. اولین اکشن برای رفتن به یه منطقه هوایی دیگه است که این مثل اکشن های دیگه برای اون یکی مپ 2 تا حالت داره. تحت کنترل شما نباشه، این یکیش. 2 اینکه تحت کنترل شما یا پشتیبانی شما باشه. اکشن اول اینه که شما هواپیما رو به یه منطقه دیگه برید و اونجا رو تصرف کنید. یه دونه ژنرال میذارید. اینم مثل اکشن های دیگه 2 تا پیش نیاز داره. اولیش این که نباید تحت کنترل شما باشه. دومیش این که اون منطقه کلی برای اون رنگ یا تحت کنترل شما یه دونش باشه و همچنین تحت پشتیبانی به HQ شما باشه. به عنوان مثال الان من میتونم به اینجا نقل مکان کنم. به عنوان مثال با یه دونه هواپیما بیام اینجا. چرا؟ چون هم من توی این منطقه نیرو دارم که میشه تحت کنترل و هم به HQ من وصله که میشه تحت پشتیبانی. توی اکشن بعدی که میشه بمباران، شما میتونید توی اون منطقه رنگی که هست یه دونه از مناطق 6 سلی رو انتخاب کنید و اونجا رو بمباران کنید. حواستون باشه که خودتون رو بمبارون نکنید. یه دونه ژنرال به اونجا تخصص میدیم. اختصاص تخصص شد. توی اکشن بمباران شما بر اساس رنگی که هست میتونید یه دونه از اون منطقه که برای اون رنگ رو انتخاب کنید و اونجا رو بمباران کنید. حواستون باشه که خودتون رو بمباران نکنید. شما یه دونه ژنرال برمی‌دارید،
به این اختصاص میدید. حالا به تعداد هواپیمایی که میخواید از زمین خارج کنید تاس فرمی. به عنوان مثال ما الان فکر میکنیم که اینجا 3 تا هواپیما داریم. من 2 تاشو میخوام خارج کنم، به ازای اون 2 تا تاس فرمی دارم. حالا مثلا فکر کنید شما دارید با 4 تا هواپیما حمله میکنید، از 4 تا تاس استفاده میکنید. تاساتون رو میندازید، یه منطقه رو انتخاب کردید، به تعداد همون نیرو کم میکنید و این اکشن هم تموم میشه. بقیه اکشن ها شبیه نقشه قبلیه، فقط هواپیماها هم میتونن دیگه با هم دیگه بجنگن و این دقیقاً مثل جنگ زمینی، به این صورت که مدافع یه تاس میندازه بعد به صورت یکی یکی ازش کم میشه. به همین صورته. میریم سراغ اکشن های ساپورت. این دوتا رو که ما به شما توضیح دادیم به چه شکله و میبینید که تعدادش برای هر رنگ فرق داره. یعنی مثلا اولی وردارید زرد 4 تا میتونه به خودش اضافه کنه، ولی آبی 6 تا. این به خاطر منطقه که از پایین به بالا میاد و به خاطر قدرت نظامی که تو اون منطقه دارن. یه دونه اکشن اضافه شده برای افزایش هواپیما به بازی. به عنوان مثال الان من یه دونه ژنرال به اینجا اختصاص میدم. اگر بر زرد باشه 3 تا هواپیما میتونم وارد بازی کنم. این هم از همون قانون 5 تا استفاده میشه. یعنی شما بیشتر از 5 تا نمیتونید توی منطقه هواپیما اضافه کنید و نگه دارید. این هم از آموزش نقشه پیشرفته بازی. بقیه قوانین و مقررات شبیه نقشه عادی و فرقی نداره. شما میتونید این بازی جذاب 2 نفره رو با 15% تخفیف از طریق وبسایت فکر گیم که لینکش تو دیسکریپشن هستش تهیه کنید و لذت ببرید.